سرخط خبرها: تخلف رئیس جمهور ایران. مسعود پزشکیان در تجمع دانشجویی میدان انقلاب تهران شرکت کرد. با توجه به اینکه چندین سال از فارغ التحصیلی او می‌گذرد، حضورش در تجمع دانشجویی تخلف است. مردم عراق طرفدار آمریکا هستند. شهروندان این کشور با تجمع در مقابل سفارت آمریکا خواستار تخلیه آن شدند. کارشناسان احتمال می‌دهند این کار به منظور جلوگیری از آسیب دیدن کارمندان سفارت باشد. ناآشنایی مسئولان ایرانی با زبان فارسی. نماینده این کشور در سازمان ملل از مدیر کل آژانس انرژی اتمی به جرم ترک فعل شکایت کرد. این در حالی است که فعل از ارکان جمله است و قابلیت ترک کردن ندارد. و حمایت آمریکایی‌ها از ترامپ. هزاران آمریکایی با تجمع در خیابان‌های آمریکا خواستار پیشروی ترامپ شدند. آنها شعار می‌دادند گو ترامپ.